یه افسر زن به اسم جی کالینز توی پایگاه پدافندی دور افتاده تو دل اقیانوس آرام خدمت میکنه. زمانی که تروریستا سعی میکنن با حمله به این پایگاه کل آمریکا رو بفرستن رو هوا، کالینز باید به تنهایی جلوی اونا رو بگیره، چون اگه این کارو نکنه یه فاجعه جهانی رخ میده. اگه میخوای بدونی اون تروریستا کیان و چجوری وارد اون پایگاه میشن، حتما تا آخر ویدیو رو با ما همراه باش. قبل از هر چیزی یادتون نره که کانال ما رو حتما ساب کنین، زنگوله بغلش هم روشن کنین تا به محض اینکه ویدیو جدیدی آپلود شد سریع ازش با خبر بشین. امروز اومدیم با فیلم اینترسپتور، یکی از قوی ترین سیستم های پدافند هوایی آمریکا تو دل اقیانوس آرام قرار داره و مکانش نامعلوم و محرمانه است. جی کالینز هم همونطور که داخل اینترو گفتم همونجا خدمت میکنه. اون قبلا هم اینجا خدمت میکرده، ولی چون سرهنگ مافوق قبلیش یه آدم عوضی بود و اونو دستمالی میکرده، تصمیم گرفته از این پایگاه بره. الان با عوض شدن سرهنگ اونجا دوباره برگشته. به محض اینکه میرسه اتاقش تا یه خستگی در بکنه، سرهنگش بهش میگه همراهش بیاد. انگار یه پایگاه پدافندی دیگه‌شون تو آلاسکا توسط نیروهای خودی و تروریستی مورد حمله قرار گرفته. یه زیردریایی روسی هم انگار این یکی پایگاهشون رو زیر نظر داره. انگار چند ماهی هم هست که داره تو کارشون دخالت میکنه. حالا با اون وضعیتی که تو آلاسکا پیش اومده، این یکی پایگاه تنها پایگاه پدافند هواییه که میتونه از آمریکا جلوی حمله‌های موشکی هسته‌ای محافظت کنه. اوضاع جایی به هم میریزه که از یه پایگاه نظامی تو روسیه 16 تا موشک قاره پیما دزدیده میشه، اونم به وسیله تروریستایی که اصلا هویتشون مشخص نیست. حالا تروریستا باهاشون تماس میگیرن و میگن که این 16 تا موشک قراره به شهرهای پرجمعیت آمریکا نشونه گرفته بشه. یادتونه بهتون گفتم که پایگاه اولیشون تو آلاسکا رو نیروهای خودی به فنا داده بودن، پس شاید اینجا هم چند تا نفوذی داشته باشن. آره، همینجا بود که سرهنگ موافق کالینز کشته شد. الان اون دیگه یه جورایی دستنها بود و باید جلوی این تروریستا رو میگرفت. کارت سرهنگی افتاده بود رو زمین، کالینز اونو برداشت و با اون کچله درگیر شد. درم بست و بقیه اونا نتونن بیان تو مرکز فرماندهی. اونا انقدر کتککاری کردن و تو سر و کله هم زدن تا اینکه کالینز اصلا رو کرد تو چش اون کچله و نذاشت که درو باز کنه. اگه تا اینجای ویدیو رو لذت بردین یادتون نره لایک کنین، چنل رو هم ساب کنین تا بریم سراغ ادامه داستان این فیلم جذاب. بیور یکی از نیروهای کالینز هم این وسط تیر خورده بود و اما این یکی یارو 100 همون گروه تروریستی که موشک‌ها رو از پایگاه نظامی روسیه دزدید و پدافند هوایی آمریکا رو تو آلاسکا مختل کرد. 6 ساله که با گروهش واسه این کار نقشه کشیده و خودش هم آمریکایی و الان اومده اینجا. واسه این کارم یه پول گنده گرفته. اسمش الکساندر کسله. اون از کالینز میخواد بیاد تو، ولی قطعا اون نمیذاره که، چون اگه این پایگاه پدافندی هم از دست بره با موشکای روسی که الکساندر داره کل آمریکا رو پودر میکنه. از کاخ سفید با کالینز تماس میگیرن و بهش میگن که نیروهای کمکی قراره 1.5 ساعت دیگه برسن. الکساندر هم با جوشکاری که داره میکنه نیم ساعت دیگه درو باز میکنه. اوضاع خیلی بگاهیه و کالینز هم با این یارو عینکیه که هیچی از اسلحه سرش نمیشه دستعناست، چون اون فقط یه متخصص مخابراته. همین جای داستان یکی از کاپیتانای اون پایگاه رو میارن جلوی در. به کالینز هم میگن اگه میخوای زنده بمونه در رو باز کن، ولی خب همونطور که انتظار میرفت کالینز در رو باز نمیکنه و اون کاپیتان رو هم میکشن. اما اون تونل و در ورودیش تنها راه ورود به مرکز فرماندهی نیست، یه دریچه هم زیر مرکزه که همین جای چینی ازش میاد تو و یه درگیری حسابی میشه. کالینز بعد از کتککاریایی که میکنه شاتگان از اون یارو عینکیه میگیره و میزنه وسط قفسه سینه آدم الکساندر. بعد از اونم پرتش میکنن وسط اقیانوس. تو ادامه داستان الکساندر به کالینز پیشنهاد 30 میلیون دلار رو داد و بهش گفت از این به بعد هر جایی که بخوای میتونی زندگی کنی. مگه ارتش تا الان چی بهت داده؟ اما باز کالینز قبول نکرد و سرسخت‌تر از این حرفا بود. الکساندر بالاخره در اولو باز کرد، همراه تیمش رد شد و به در دوم رسید، دری که کالینز نمیذاش ازش رد بشن. اما کالینز اینو نمیدونست که اونا یه نفوذی دیگه هم دارن که داخل مرکزه. اسمش بیوره.
بیور 2 تیر به جلیقه کالینز و اون یارو زد و در رو برای رفقاش باز کرد. اونا شروع کردن به هک کردن سیستم پدافند تا بتونن از کار بندازنش. کالینز و اون یارو عینکیه رو هم رو صندلی نشوندن و دستاشون رو بستن. کالینز هم وقتی دید بیور لاشی داره راجبش چرت و پرت میگه، یه کله خوابون تو صورتش. حالا الکساندر و تیمش با هک ماهواره‌های امنیتی به کل آمریکا نشون دادن که میخوان چه بلایی سر کشور بیارن. الکساندر توی سخنرانی طولانی گفت 16 شهر قرار نابود بشه، یعنی 300 میلیون نفر. موشک اولی هم سمت واشنگتن دی سی پرتاب شد. حالا کالینز فقط 12 دقیقه فرصت داره که اون موشک رو رهگیری کنه. اما چه جوری؟ دیگه اینکه کالینز تک و تنها چطوری میخواد از پس الکساندر و تیمش بر بیاد، اونو دیگه بهتره خودتون بعد از دیدن فیلم بفهمین، چون از اینجا به بعدش آدرنالین خالصه. بیشتر از اینم اسپویل نمی کنم که مثل همیشه از دیدن فیلم لذت ببرین. از طریق لینک چنل تلگرام که داخل دیسکریپشن قرار دادم میتونین فیلمو به صورت دوبله یا زیرنویس فارسی چسبیده دانلودش کنین و کیفشو ببرین. و اما اینترسپتور، این فیلم به خوبی تنشو تو جریان داستان حفظ میکنه و بیننده رو تو حالت آماده باش نگه میداره. صحنه‌های اکشنش هم به خوبی طراحی شده و حس واقعی مبارزه رو به بیننده منتقل میکنه. بازی السا پاتاکی تو نقش جی کالینز یه بازی نسبتاً خوبی به حساب میاد. اون به خوبی تونسته قاطعیت و قدرت رو در کنار احساساتش به نمایش بذاره. و اما از نکات ضعف فیلم، بعضی از دیالوگ‌ها تو فیلم به ویژه دیالوگ‌های احساسیش خیلی سطحی و کلیشه‌ای به نظر میرسه، جوری که نباید دنبال یه فیلم دیالوگ محور باشید. نکته دوم این که دنبال شخصیت‌های عمیق و پیچیده تو فیلم نباشید، چون غیر از جی کالینز بقیه شخصیت‌ها اونطوری که باید بهشون پرداخته نشد و اونقدر عمیق نیستن. نکته سوم این که داستان فیلم بیشتر جاش قابل پیش بینی است و هیچ چرخش غیر منتظره ای نداره که تماشاگر رو شگفت زده کنه. در کل این فیلم میتونه برای طرفدارای ژانر اکشن و هیجان انگیز سرگرم کننده باشه، اما انتظار یه داستان عمیق و پیچیده رو نداشته باشید. ولی با وجود این نقاط ضعفش هم قطعاً اینترسپتور ارزش دیدن رو داره. یادتون نره که اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنین و نظراتتون رو هم حتما کامنت کنین. اینجوری ویدیوهایی با هم بیشتر پیشنهاد میشه. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با فیلمگات همراه بودین. تا ویدیوهای بعدی و معرفی یه فیلم دیگه میبینمتون.